بالاخره کی رو نجات داد؟ الان رحمت جان من نگاه شایع شده که همونایی که من زدن همونا من نجات دادن، ولی اینجوری نبود. چون من قبلا با اینا درگیری پیدا کرده بودم، گلاویز شده بودم، اینا بعد کینه ای از من گرفته بودن. حتی یکی از همین بیوجودا اومد بالای سر من که تیر خلاصی رو بزنه اصلا، ولی کار خدا فکر کرد که من مردم، دومش گذاشت رو کولش و بیوجود رفت. بس دیگه آقا بهبود، بذار مهمانای ما پذیرایی بشه. و اینجا خاله گفت من بگم، من حرفی ندارم که. خلاصه من همینجوری کم کم دیگه آقا بیهوش داشتم میشدم که یک لحظه احساس کردم آقا، حالا یه چیزی من بگم به شما شاید باورتون نشه، ولی همون پلنگ من نجات داد. الکی میگه. خلاصه همینجوری که من بیهوش افتاده بودم صدای خسخس و گوشه کردنم حس کردم. نگو این پلنگه که داره من نجات میده، با دندوناش من داره میکشه که ببره وسط جاده رستم کلا بندازه. آقا بهبود مگه میشه آدمی که 130 کیلو وزنش باشه اون وقت پلنگ اینه دندون بکشه ببره؟ چرا نمیشه؟ پلنگ گورخر 500-600 کیلویی رو بلند میکنه با دندون میبره که. بهبود مگه 100 کیلو بیشتره؟ دست شما در نکنه، یعنی ما رو با گورخر مقایسه کردی الان. سلام علیکم. خواهش می‌کنم تو رو خدا استراحت کن بفرمایید. ببخشید ما خانم ببخشید. خوبی، خیلی خوش اومدین، زحمت کشیدین. خدا خوب هستی؟ خوبم، شما خوبی؟ انشالله آقا نقی پیروز میشه. انشالله، امید خدا. نگران مریضی افسردگیش هم نباش. انشالله که خوب میشه. فقط ببخشید تو رو خدا اگه نقی اومد یه وقت دیدینش راجع به این مریضی و افسردگی کسی چیزی نگه. تو مهمه درگیر. خیلی چی عرصو دیگه زنگ زدی؟ آره خارج بود؟ ترکیه بود؟ نه بابا تو جاده است داره میاد. ناجا خدا کنیم دوتا پسر خاله با هم آشتی کنن، الان دیگه 2 ماه شد. همینو گفتم بهش، گفتم امشب بهترین وقت خودتو برسونی آشتی کنی. عرصو که حرفی نداره، نقی کوتاه نمیاد. شوهر شما میگه من دیگه نمیخوام ریخته اینه ببینم، شوهر شماست که میگه من دیگه همچین پسر خالی ندارم. تو نقی رو نمیشناسی؟ انشالله امشب قهرمان بشه، فامیلم که جمعن. نقی جفگیرشه همه کار میکنه، آشتی هم میکنه. فقط نذارین فامیلا برن تا عرستو برسه این قضیه تموم شه. بله اصلا بذار بیام ما خودم آشتی شما دو. زهره ترک کردم آقا. موسا چرا اینجا نشستی؟ کشتی شروع شد. خانم آقا آقایون جلو بشینن. خانم عقب‌تر قشنگ ردیفی بشینید. آروم بشینید قشنگ. الان شروع میشه. برو جلوی تلویزیون، برو آقا نقی قهرمانو ببین. نه من از همینجا نگاه میکنم. خیلی ممنون. اول با پدری آقا جاده رو با کن. پدر قهرمان میاد. پدر قهرمان ساکت آقا بگیرید بشینید. آقایون دقت کنید. خواهرها برادرها همتون دقت کنید. LED سینمای خانگی 50 اینچه همتون میبینید. اصلا عجله نکنید. مشکل خاصی نیست. آقا شیری یکم بکش کنار با ما ببینیم. آقا راه رو باز کنید من مصدومه ببینه. آقا من دست در نکن. توجه پلنگ مازندران معمولی قهرمان. پلنگ مازندران معمولی قهرمان. پلنگ مازندران معمولی قهرمان. پلنگ مازندران معمولی قهرمان. به نام خدا خدمت بینندگان عزیز دوستان فرش پر افتخار داشتی سلام عرض میکنم. با شبکه استانی مازندران، شبکه خبرستان در خدمت شما هستیم با رقابت‌های قهرمان کشور، انتخابی تیم ملی پیشکسوتان کشور که در استان مازندران برگزار میشه. من به حقیقت افتخار دارم در خدمت شما هستم و بزرگواران باشم.
تماشاگران پرشور مازندران مشاهده می‌فرمایید که با تمام وجود نقی معمولی دلاور کشورشون رو مورد تشویق قرار میدن و در طرف دیگه تعداد اندکی از یزدی‌ها که کشتیگیر سهامباز از استان یزد موفق شده به فینال راه پیدا کنه در وزن 74 کیلو سهامباز رو مورد تشویق قرار میدن. دو کشتیگیر رو میبینم که دارن آماده میشن، مربیان دو کشتیگیران رو آماده میکنن و تماشاگران همچنان با گفتن نقی کشتیگیر شهرشون رو مورد تشویق قرار میدن. من فینال میبرم، من قهرمان میشم، قهرمان میشم، من قهرمان میشم، من قهرمان میشم، قهرمان میشم. خود گرم میکنه نداری؟ آفرین آماده ای؟ آره شده شد. آروم باش، خونسردی خود بده دیگه تا 5 دقیقه دیگه بلندگو صدا. بله. یه 2 دقیقه بندل بده. جان. جان. پخش مستقیمه. همه ایران دارن این کشتی رو میبینن. بله. این همچین فرصتی دیگه به دست نخواهد. پس دیگه سفارش نکنم. آبروی تو آبروی استان. آقا من تا دیروز یه وعده غذای گرم نخوردم، حالا من شدم آبروی استان. بابا حالا دیگه جای این حرفا که نیست. گلات بذار بعدن شاید حق با تو باشه، ولی نقی پیشکسوتای کشتی همیشه مظلوم واقع داشت، ولی تو سینه سوخته و استخون خرد کرده این کاری. یه نگاه کن این گوش من نشکسته چپ راست. نه نقی یه نمه قرمز شده، ورم داره، ولی نه گوشتون نرمه، گوشای نرم یا دیر میشکنه نمیشکنه. من انگشت من شکسته، دست من شکسته، پای من شکسته، این گوش من نمیشکنه که حریف منه وقتی باهاش سرشاخ میشم یه خورده من بترسه حداقل. نقی از تو بعید این حرفا. تو یه قهرمان ملی هستی، تو نقی معمولی نیستی. تو قهرمان کشتی المپیک عسکری محمدیان رو با اون رقص پا بردی. من حاضر بودم 2 تا گوش نداشتم ولی یک امتیاز از عسکری محمدیان میگرفتم. بدنش مثل آهن میمونست، یعنی من وقتی اینه بردم پدرم در اومد خاکش کردم، من تمام بدن من خالی کرد. خالی هم الان. قبول دارم یه خورده تحلیل رفتی، ولی گوش بده روحیه تو نقی بالاست. ببین حریف فینال کی میشناسی؟ حریف فینالم سهامپز. مگه یزدم کشتی داره؟ آره خوبم داره، من کاملا میشناسم. بدلکاره، بدنه، خب فیتیلی بیدم شگردشه نقی. ببین اونا داره خودشو گرم میکنه. اون مرد مومن اون 200 کیلو وزنشه. اون نه، اون 120 کیلو لرستانه. اون لاغره کوچیک‌تره رو میگه. موسفیده. اون پیرمرده؟ پیرمرد هم سن سال خودته. آقا مدال منو برداری بیاری. مدال برداری. مرد مومن اون اصلا بدن داره که بخواد بدن باشه؟ نقی داری دست کمش میگی. نقی اون قهرمان کشتی آسیا بوده، همون پیرمرد میکنی. این حرفات باعث میشه که تلاش نکنی. آقا جان من میگم که شما رو همه میشناسن، تو هیئت کشتی هستی، شما برو با اینا صحبت بکن، بگو آقا اینو بفرستن بره دنبال زن و بچهش، بره با نوه‌هاش بازی بکنه. آقا من اینو برمیدارم کتک میزنم. اگه نگفتی بدن تحلیل رفته، بدنم تحلیل کرده. تو چرا غرور میشی؟ این حرفا رو نگو، بعید از تو. این خوبه، این قهرمان این تو رو ببره پل بهت رحم نمیکنه. این مایه فیتیل بیچ به دستش تو رو دور دوشک میچرخونه. که من دارم میبینم این همه اسقونش پوکه. یه وقت من زیری از این میگیرم، دستی پای لنگی از این میگیرم، این بخوره زمین لگم مگن این بشکنه، این نمیتونه بلند شه. این خوب بشو نیست، این جای پدر منه. آفرین. این یعنی امید، یعنی تو میتونی. تو مصممی که میبری، ما هم مصممیم که میبری. این حرفا رو از برنده مبارزه تو من دارم تو رو چی میگم؟ اگه دست این به پای من رسید، با اینکه بدن من تخلیه کرده، اگه دست این به پای من رسید 2 سانت من جابجا کرد، طلا رو 2 دستی بندازن گردنش. خدا کنه نبی. الان پاشو الان تو موش شده نبی جان. شانس من بدبخته. بگو من فکر کنم تو فینال حداقل یه آدم قدری گردن کلفتی به پاس من میخوره، من اینو میزنم یه افتخار. یا این پیرمرد زابره کردم برداشته آورده که چی؟ ای بابا شما مسابقات جهانی، مسابقات جهانی. ولش کن باش. الان تو موش شده نبی جان. آخه من با نقی مشکلی ندارم، اون با من مشکل داره. اصلا با همه دنیا مشکل داره. رفته گوشه‌نشین شده، دبرس شده. خب منم زندگی من به هم خورد، عروسی من به هم خورد. آخه من با کسی قهر نیستم که بخوام آشتی کنم. امشب مگه چه خبره؟ کشتی؟ نقی؟ بله جان من؟ آخ من همون موقع هم که کشتی میگرفت اینو گفتم نقی باید کشتی رو ادامه بده. عسکری محمدیان مرد نقره جهان توی تمرینات زد. طلا مال نقی بود، تو مشتش بود. باشه
کدوم شبکه؟ استانی؟ آخ اوکی الان من گردانه گدوک هستم پایین گردانه هستم من الان میام رستوران نگاه میکنم آخ اوکی باشه آخ نقیشون رفته فینال. کی بود؟ چی؟ این چه شخصیتی بود؟ به تو چرا بدونی چه شخصیتی بود؟ دعوا میگیری داداش؟ آره دعوا میگیرم. برو اینجا این شبکه استانی میگیرن من برم دستشویی بیام. دعوا میگیری؟ آقا دشمن نوکرتم من کوچیکتم این کنترل بومونده رو به من بده پشتی رو ببینیم. سلام شما خوبه هستی؟ سلام آقا جان. منظور چی شد؟ عرستو جان این مرد مخصر بازیشو در آورده میگه کنترل با غذاه. یعنی چی؟ یعنی که چی؟ کنترل با اساس نشو دوست عزیز من اسم شریفتم نمیدونم. قریشیان شما خوب هستی؟ آقا من 5 دقیقه فقط میخوام مسابقه کشتی نگاه بکنم بعدش ما میریم. الان که موقع غذا نیست که آخه. کشتی؟ بله. یه مسابقه است امروز. بله مسابقه پیرمرده است. چی میشه؟ پیشکسوتان. همچین گفتی من فکر کردم کشتی جام جهانی داره. پیشکسوتان مگه پخش میکنه تلویزیون؟ بله شبکه استانی پخش میکنه. استانی. بیا فقط جمعه شروع بشه کسی غیر از جمعه چیز دیگری اینجا نمیبینه ها. باشه چشم کسی غیر از ما که اینجا نیست که شما داریم میگه چشم. بزن یک. آدم دوه. بزن دو. استانی شنه. شروع شده. این واقعا نقی معمولیه؟ آره بابا این همون فیلم دیدم شهر پر شده همون شهر منتشر داره واقعا اصلا باورم میشه یه بار دیگه تو رو خدا یه بار دیگه فیلم رکورد دانلود تو اینترنت ندیدی؟ مثلا اومدی کشتی نماینده شهر رو ببینیدم خانوادات دیگر فینال وزن 74 کیلو مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی که از حساس‌ترین